السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا أي أدبوهم وعلموهم الخير. سروران عزیزانی که همواره با برنامه پاسخ نور و موضوعات عمده و مهمی اسلامی و دینی با ما همراز و همکلام و همرفتار هستید، ما را همراهی میکنید. جهان سپاس از تک تک شما سروران و عزیزان. همچنان جای دارد تشکر بکنم از جوانانی که در بخش تکنیک تلویزیونی نور با ما همراز و همکلام هستند، تعاون و همکاری میکنند، برنامه ها را تنسیق و تنظیم میکنند. الله در حسنات همه مسئولین حساب بکند. عزیزان من، عنوان برنامه امروز در برنامه پاسخ نور تربیت خانواده در فرهنگ اسلامی، اصلاح خانواده در فرهنگ اسلامی. در این شکی نیست که هر یک کدام ما و شما با خانواده ها سر و کار داریم. در یک خانواده تولد شدیم، در یک خانواده تربیت شدیم، در یک خانواده زندگی میکنیم و یک خانواده را بالآخر تشکیل میدهیم. جان محمد از فرا، بفرمایید برادر. بله جان محمد بفرمایید. سب برادر گل ما خوش آمدین از ولایت فرا، بفرمایید سوالتون ایرا بکنین. بله درست است. از طریق برنامه بیننده باشین، در خدمتتان هستم. خب خدمتتان عرض بکنم عزیزان من که هر یک کدام ما و شما بالآخر با یک خانواده زندگی ما گره خورده است. در یک وقتی ما عضو خانواده هستیم، در یک وقتی دیگر مسئول خانواده هستیم. پس مادر عزیز و نجیب من، پدر بزرگوار من، خانمی که تو در خانه مسئولیت فرزندانت را و خانه‌ات را داری، تو در اصلاح خانواده خود باید کوشا باشی. او پدر و او مادری که در یک خانواده دستی اول را دارن، حرف اول را میزنن، هر دویشان در تربیت و در اصلاح اون خانواده مسئولیت عمده دارن. نظر به حدیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم: کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. تو مادر نجیب و متدین و مسلمان
از زیردستانت در خانواده مسئول هستی، مورد بازپرسی پروردگار قرار میگیری. مادری من، اگر فرزند نمی داشتی، سوزی نداشتن فرزند را برو از کسان پرسان بکن که از نعمت فرزندداری محروم هستند. چقدر مصارف گزاف میکنن، چقدر به دکترها مراجعه میکنن، به کشورهای خارج حتی مراجعه میکنن تا اینکه الله ما را صاحب فرزند بکند، خانواده را ما سالم تشکیل بدهیم. وقتی که الله بری تو بدون کدام جنجال از نعمت بزرگ فرزندداری، حالا یا دختر یا پسر، نوازش داده است، تو را به نعمتهای خودش مالامال ساخته است. پدری نجیبی من، مادری نجیبی من محترمه، بدانی که در پیش الله در قبال تربیت و اصلاح این خانواده کلان مسئولیت داری و فردای قیامت الله ازت پرسان میکند. بی تفاوت نباشی. این بسیار حرف نامناسب و ناشایسته و غلط هست که طفل به دنیا بیار، بعد سرش بتو که هر کاری که کرد، این دزد برآمد، این قاچاقبر برآمد، این مثلا متخلف برآمد، این اذیت و آزار کننده بود. نه خیر، این فکره باطل است. مسئولیت داری که اون طفل تربیت بکنی، اصلاح بکنی. در اصلاح خانواده ها هر یک کدام ما و شما مسئولیت داریم و از این مورد الله من و شما را پرسان میکند. فإن إصلاح البيوت أمانة في عنق كل مسلم. اصلاح خانواده ها، تربیت اعضای خانواده، این یک امانت خداوندی هست در گردن هر مسلمان، هر کلمه خان. بله، اونهایی که ایمان ندارند، اونها به امانت اعتقاد ندارند. اونهایی که مسلمان نیستند، اونها به امانت و به ادای امانت اونها معتقد نیستند، باورمند نیستند. اونها هر کاری که فرزندانشان بکنن بی توجه هستند، اصلا احساسی تربیت و اصلاح و امانتداری را ندارن. هر کاری که میکنن اونها آزاد هستند. پس یادتان باشد که اصلاح خانواده و یا تربیت خانواده این یک امانت خداوندی در گردن و در بالای به حساب بالای دوش هر زن و مرد مسلمان هست که در این مورد باید توجه خاصی خود را داشته باشد. البته دیانت بودن این، دین بودن این، امانت بودن تربیت اعضای خانواده و اصلاح خانواده، گفتم این از ویژگی های اون زن و مردی هست که اون مؤمن بالله هست، اون مسلمان است. یریدان الحیات الطیبه فی الدنیا والآخره. بالای اونهای امانت است که آنها زندگی پاک و صاف را هم در دنیا میخواهند هم در آخرت. میخواهند که سعادتمند باشند در نتیجه اصلاح خانواده هایشان، در نتیجه تربیت سالمی فرزندانشان، در نتیجه ساختن و سازاندن نسل مجتمع اسلامی. این نظام اجتماعی و اسلامی را به نفع اسلام میچرخانند، چون زندگی پاک میخواهند، چون زندگی زیبا میخواهند، چون زندگی سعادتمندانه هم در دنیا و هم در آخرت میخواهند. به همین خاطر فرزندان صالح، نیکوکار، شایسته، زیبا، با اخلاق را تربیت میکنن و توجه به تربیت و به پرورش آنها دارند تا اینکه یک جامعه زیبا و دلنشین را تشکیل بدهند. اول یک خانواده زیبا را بسازند، بعد باز عضوی اون نیکان و صالحانی باشند که یک جامعه سالم و زیبا را ساختن و تشکیل دادن. خواستی خانواده ها
اصلاح خانواده، تربیت خانواده. تو مادری نجیب و متدین مرا در جمع مادران صالح و صالحه و نیکوکاری که از صدر اسلام اون خدیجه و فاطمه و عایشه و حفصه و صفیه و امثالهم بودن، با اونها هم قطار می سازد. تربیت خانواده و اصلاح خانواده در فرهنگ اسلام. تو پدر عزیزی من را در جمع صالحان و انبیا و شهدا و نیکان و اولیاء الله هم قطار می سازد. به این خاطر در مورد نباید بی‌توجهی کرد. عزیزان من، الله ذوالجلال در آیت 6 سوره تحریم می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رب ذوالجلال می فرماید مخاطب اهل ایمان را می سازد. الله ذوالجلال مخاطب مسلمان ها را می سازد. می فرماید یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید. دعوا و داعیه داران ایمان و اسلام و بندگی را به الله دارید. شما قو انفسکم، نجات بدهید نفسان خودتان را، و اهلیکم نارا، تنها خودتان را نه بلکه خانواده هایتان را هم نجات بدهید. از چی؟ از آتش جهنم، از اون آتش سوزان و شعله‌وری که اون جای بد برای بدکرداران است، برای گناهگاران است. اون جای بدی که تهیه شده برای کفار هست، برای ملحدین است، برای اون لایکها و لادینها و گناهگاران و مجرمانی که اصلا دستور خدا و دستور رسول خدا را 2 روپیه ارزش برش قائل نیستند. او جهنم جای اونها است و اونجا جاویدان زندگی میکنند. شما اهل ایمان، شما پدرانی با ایمان و با عزت و متدین، شما مادرانی صالحه و مؤمنه و تابعداری دستور کتاب خدا و سنت رسول الله و شریعت اسلامی، شما خودتان را، فرزندانتان را از آتش جهنم نجات بدهید. قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتان را و فرزندانتان را از آتش جهنم نجات دهید. پدر عزیزی من، چند بار اعضای خانواده‌ات را، زن و مرد، پیر و جوان، همه را برداشتی و بردی به یک جلسه درسی اخلاق اسلامی، سیرت نبوی، فقه اسلامی، عقیده اسلامی، درس تفسیر و حدیث، همه را شامل ساختی که خانمی من، مادر فرزندان من، دختران من، بچه های من، اقاربین من، آنهایی که شما از ما خوردنتان را می طلبین، پوشیدنتان را می طلبین، سیال و سیالداری خود را قوی می خواهین، یک بار ایا را بردید یک درس قرآن و حدیث و فقه و سیرت و سنت برابر ساختی تا اینکه چیزی از دین یاد بگیرن. این لیولی بسیار خطرناکی بی سوادی در افغانستان، از 100% 90% زن افغانستان در قرا و قصبات، کسانی که مسئولین احصاییه گیری هستند برون ارزیابی بکنن، بجز همین چند سال پسین که یک تعداد خواندن و نوشتن یاد گرفتن، 90% زن در قرا و قصبات افغانستان نوشته بکن الله، لفظ الله را خواندن نمیتونن. این بسیار دردآور است.
در حالی که طلب علم، خواندن، فهمیدن دین، فهمیدن بالای زن و مرد مسلمان فرض است. طلب العلم فریضة علی کل مسلم. این کلمه اسلام شامل حال زن هم است، از مرد هم است. باید اینا را ببریم به مدارس، اینا را ببریم به اماکن علمی، به درسهایی که اونجا علما تدریس میکنن، خواهرانی که دین میآموزانند، برادران علمای برجسته که از طریق بلندگوها و به حساب درسها به خانمها، به دختر خانمها، به مردها، در مساجد، در مدارس، در اماکن پاک و مقدس دین انتقال میتن به ملتها. اینها را ببرین تا اینکه یاد بگیرن، خواندن یاد بگیرن، نوشتن یاد بگیرن، تا اینکه این مادری دختری امروز مادری فردا هست. شما یک خانواده و تشکیل یک خانواده را اگر به یک بی سواد دادین، باز اونجا او را بم اتم زدین، اونجا چراغی علم و دانش و فهم و درایت و اخلاق همون تو گل ساختی و به پیش خدا مسئول هستی. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلکم نارا. اهل و عیالتان را از آتش جهنم نجات بده. نجات دادنش یگانه راهش همی است که او را باید ببری با سواد بسازی، او را باید عالم بسازی، عالمه بسازی، فاهم و فاهمه بسازی، یعنی بفهمانیش، او یاد بگیرد، درک بکند که بی حیایی صدمه دینی داره، فحشا و منکر از نظر دین مردود است، بی نمازی انسان به جهنم و به فحشا و به منکر میرسانه، تا که اعتقادا او خودش نفهمه به سوته و به لت و به زدن و کندن کسی نماز سری از او یاد دادن نمیتاند. زن و مرد باید تفکیک حلال و حرام کرده بتانه. این مسئولیت تو رئیس و تو کلان خانواده هست که او را اصلاح بکنی، تربیت بکنی، چون فردای قیامت جوابدی هستی. در تفسیر این آیت حضرت علی بن ابی طالب، اون خلیفه نامداری چهارم جهان اسلام میفرماید که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلکم نارا ادبوهم. اهل و عیالتان را از آتش جهنم نجات بده. چی معنا؟ میگه تفسیر آیت این است که ای ادبوهم، او را اصلاح بسازه، او را تربیت بکنه، او را ادب بیاموزانه. دخترت را، فرزندت را، پسرت را، اولادت را ادب یاد بده. اولادی بد اخلاق تربیت نکنی مادری من، پدری گلی من، فرزند و دختری بد اخلاق و اون گونه اولادی که به بدی اخلاق سرچار باشه او را تقدیم جامعه نکنی، چون در پیش الله مسئول هستی. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. فرزند نعمت بزرگی الله هست. الله میگه لتسألن یومئذ عن النعیم. فردای قیامت در دربار الله، در محکمه الله، به پیشگاه پروردگار در مورد این نعمتهای الله خامخا ضرورا حتما مورد بازپرس قرار میگیری. به این خاطر بی تفاوت نباشی در موردش، در اصلاحی از او بکوشی، تربیتی از او را بکن، حرکت بکن، فعالیت بکن، مسئولیتت را اجرا بکن. بعد از او را ادب بیاموزان. علی رضی الله عنه می فرماید که قو انفسکم و اهلیکم نارا ای ادبوهم و علموهم الخیر. اهل و عیالتان را خیر بیاموزانید، کتاب و سنت بیاموزانید، احکام فقه اسلامی را بیاموزانید، حرام و حلال بیاموزانید، اخلاق و بد اخلاقی را برشان یاد بده، نیکی ها و بدی ها را برشان یاد بتین و بیاموزاندشان. چون برای فرزندت بگو، به دخترت بگو که بچیم این راهی راست است و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه. این راه قرآن هست، این راه اسلام هست، این راه اهل ایمان و اهل اسلام هست و این سرانجام به بهشتت میکشاند، سعادتمندی نصیبت میشود. و برش بفهمان که بی حیایی، فحشا، منکر، گناه، دروغ، ظلم، استبداد، تعصب، حرامکاری و هزاران فتنه و فساد دیگر، اینا همه تو را به مسیر جهنم میکشانند. بر حذر باش، مسئولیت تو پدر و مادر هست. خواهر نجیبه از کابل، بفرمایید. بله
سلام علیکم خواهر، بفرمایید سیب. وای پختو کی وای پښتو کې ځواب راته تاسو دوه وعدونه لرم دوه وعده لرم د ټول عمر مې له سړي څخه بغیر تېر شوی د منځ کې خړه ستونزه راغلې ده او اوسه پورې شکر الحمدلله هېڅ چا سره اوسه پورې مې دومره غلطي زیان هم د اسلام سره نه ده رسولی چې ما نه یوه غلطي شوي او نه طلاق شوې یم او نه ما ته د دفترګنۍ له لورې یو څه راکړه شوي دي چې زه یې اوس د خپل ماشومان الوادو ته ورکړم او په دې کې زه چې کله لمونځ اودس کوم څه درته وایي چې دا به چا نه خوښېږي او تر لمانځه م بلکل د 15 کاله راغلی ده یا دا به رښتیا وي د ما لمونځ اودس په قبول نه شي. په کوم حالت کې مور جانې مونځ اودس قبول نشي؟ په کوم حالت کې څنګه مونځ اودس قبول نشي؟ په کوم حالت کې ده؟ یا وایي که د میړه سره د ښه سلوک ونه وکړو په دې حالت کې به تا قبول شي. ښه د الوتو ښه خدمتګاره یم ښه روزنه څومره ښې دومره عبادت کوم خپل ستر هر څه مې ساتلي تر اوسه پورې. خیر اوسي. خو میرا سره ارتباط خود میرا تا سره موجود دی که نیسته؟ ارتباط نه ده. ښه زه معلومات در کوم انشاءالله د برنامه په لارې وګوره. خیر اوسي. خب جان محمد از ولایت فراه برادر عزیزی ما سوال کردن که کسی که پدرش مرده باشد و فرزندش دیوانه باشد آیا این فرزند دیوانه مستحق میراث هست یا خیر؟ بله، هیچ کس اون فرزند از حق میراثش محروم ساخته نمیتواند. خو این قدر هست که به دیوانه باید مالش اما حق و به حساب مالی که از پدرش به میراث برای از او حقی که الله برش به حیث یک فرزند داده است باید این مال در اختیاری و دیوانه گذاشته نشود. از جمع ورثه نزدیک این بچه که الله یا را شفا نصیب بکنه، حالا معذور هستن، دیوانه هستن یا مشکلی که دارن، باید به یک کسی از اقاربینش مال و ثروت و دارایی برش داده شود تا اینکه ضروریات این دیوانه را مثلا در تداوی ازی، خرچ و خوراکی ازی، در لباسی ازی باید از اون مالش مصرف کرده شود و اگر امکاناتی به حساب مال و ثروت و دارایی بیشتر مناسبتر داشته باشه میتونن اقاربینی ازی که در به حساب در تجارت و در راه معقول مشغول و مصروف شود تا اینکه در آینده این پسرکی که حالا معذور هست، دیوانه هست، این محتاج و به مشکل سردچار باقی نماند. نجیبه خور سوال دو چې څوک چې خپل میره سره ارتباط خو نه وي خو ټول یعنی شخصي اعمال صحیح وي. پکار ده چې تو خپل میره سره ارتباط او تعلقات خو وکړي مرجانه او یعنی خاوند سره ارتباط چې خو نه وي بیا خوزګناګاریږي نه داسې نشته چې منځ روژه نه قبلیږي، داسې دا خبره نشته. منځ تو الله ته کوي انشاءالله چې دا منځ قبلیږي، روژه به قبلیږي الله پهان. خو داسې ده چې څوک چې خپل میره سره خو ارتباط قایم ونه کړي بیا ګناهګاریږي او مؤاخذه کیږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث کې وایي چې هغه ښځه چې خپل میره سره په ناحقه باندې مثلا شپه تېروي او د دې د ښځه ناحقه په لاره روانې بیا سحره پورې د الله تعالی فرشتگان ورپسې لعنت لیږي، دا ملعون دی او دا سختی او دا سختوالی پکې شته. پکار دا ده چې تاسو خپل یعنی میره سره خو اخلاق او خو معاشرت اختیار وکړي او کوم غلطیان او مشکلات چې دي دا حل شي انشاءالله. الله تعالی تاسو ته اجرونه درکړي او یو بل پسې الله تعالی خو جند تعلقات ساتلو توفیق راکړي. بکار است که باید که زندگی خوبی باید شما داشته باشین و ارتباطتان که مشکل داره این ارتباط باید شما به مشکل به خوبی تبدیل بکنین، چون هر کدامتان به پیش پروردگار روزی برگشتنی هستین و جواب دادنی هستین. مادر الله تبارک و تعالی اجر پاداش براتان نصیب بکنه و توفیق زندگی خوب نصیب بکنه به طرفین. پس دوستای عزیز، خواهر پروانه از بلخ بفرمایین.
سلامت باشین خواهر از ولایت زیبای بلخ، خوش آمدین. سوالتون ارائه بکنین. مولوی صاحب، من 4 اولاد دارم، جلوگیری میکنم، گناهکار میشم؟ به خاطر چی جلوگیری میکنین؟ علت جلوگیری شما چیست؟ خب وقتا بجیه میگم بین اولادا. من معلومات میتونم براتون بیننده باشین از طریق برنامه. خب خواهر پروانه، 4 تا اولاد دارم، جلوگیری میکنم گناهگار میشم یا خیر؟ جلوگیری کردن از اصلا از اهداف فلسفه ازدواج، تشکیل یک خانواده و به حساب 2 تا که با هم ازدواج میکنن، یکی از اهداف ازدواج و نکاح کثرت نسل امت محمدی صلی الله علیه و سلم است. خواهی که شما جلوگیری میکنین گناهگار میشین یا خیر؟ حالا وقفه داریم، بعد از وقفه انشاءالله که در خدمتتان هستم پاسخی سوال خواهر پروانه را که از ولایت بلخ سوال کردن همراه با پاسخ این سوال و معلومات و موضوعات دیگر انشاءالله که در خدمتتان هستم. بعد از وقفه دوباره برمیگردم. خب دوستای عزیز، دوباره خوش آمدین به برنامه پاسخ نور و عنوان برنامه امروزی ما اصلاح و تربیت خانواده از نظر فرهنگ اسلامی. دقیقاً آنچه که در این مورد بسیار زیاد مهم است، یک توجه خاصی مسئولین خانواده به فرزندانشان تا اینکه اونها به همون فطرت سلیم و پاک و زیبایی که تولد شدن و الله او را به دنیا آورده است باید که به همون فطرت سلیم در اونها تقویه شود و نگهداری شوند. محمد مسلم از بامیان، بفرمایید برادری عزیز. سلامت باشین، خوش آمدین به برنامه پاسخ نور. سوالتون ارائه بکنین. درست. نماز استخاره معلومات میتونم براتون بیننده باشین. فطرت سلیمی که پروردگار فرزندانتان را با او هست کرده است، پیدا کرده است، باید به همون فطرت سلیم فرزندانتان را تربیت بکنید تا که خانواده هایتان اصلاح شوند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید کل مولود یولد علی الفطره، تمام مولود اطفالی که تولد میشوند به فطرت اسلامی و مسلمانی و پاکی تولد میشوند. باز پدر و مادر هستند که یا را یهودی میسازند، بودایی میسازند، نصرانی میسازند، لایک بیدین میسازند یا تربیه درست میکنند. فطرت الله التي فطر الناس علیها، فطرت سلیمی که الله انسانها را در اون فطرت سلیم هست کرده است، او فطرت پاک هست، او مقدس هست. باید در تنسیق این اطفال و این نسلی که به دنیا می آید که به این فطرت سلیم باقی بمانند تربیت شوند، پدر و مادر بکوشند. شیخ الاسلام میگوید که کسی که اهمال بکند در تعلیم فرزندش آنچه را که به اون نفع میرساند، در تربیه فرزندش، در اصلاح خانوادش اگر اهمال بکند، غفلت بکند، بی‌توجهی بکند، در حقیقت فقط اساء غایت الاساءه، بسیار یک بدی بسیار کلان مرتکب شده است، کاری بدی را مرتکب شده است. و اکثر الاولاد انما جاء فسادهم من قبل الآباء و اهمالهم، بیشتر فسادی را که فرزندان مرتکب می شوند، دختر جوان است راه ناحق دنبال میکنه، تعلقاتی غلط داره، ارتباطات نامشروع داره، اخلاق ناشایسته داره، گفتارش، کردارش، لباسش به بی‌حیایی و بی‌حجابی اعتقاد پیدا میکنه. اینجا عیب در کجا هست؟ در اون پدر و مادری که این به یک فطرت سلیم تولد شد، اما پدر و مادر در مورد این طفل خود بی‌توجهی کردن. بچه‌ای که به فطرت سلیم و پاک به دنیا آمده است، این پدر هست که فرزند خود را آمده به راه غلط توجه نکرده است، به یک گناه و معصیت مرتکب می شود. نورالله از هرات، بفرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله. برادر عزیزی ما از ولایت زیبای هرات، بفرمایید. زنده باشید. تشکر از مولای صاحب. همین یک سوال از شما دارم. همین برای پدر میخواهد بچه سیوا کنه و حساب بچه فرزنددار باشه، چه رقم باید سیوا کنه؟ از سرمایه دنیایی چیزی که داره حق داره، بچه هم پول پیدا کرده نه چیزی نباشه، همین چه رقم باید سیوا کنه؟ خب وقتی که پدر میخواه فرزندی که بچه خود جدا بسازه، در این صورت از مال پدرش حق داره نداره؟ هدف تا نمی است؟ هدف نمی است که بچه هم پیدا کرده باشه، نصف سرمال بچه بیشتری سرمال بچه پیدا کرده باشه، پانچه که زندار باشه، یعنی بچه یعنی پدر بچه چه رقم سیوا کنه؟ یعنی ما از شما خواهشمندم از خود من جماعتی هست و حساب جماعت ابلغی هم میرم، یعنی سه دفعه روزه زد و انشاءالله اراده سازمار هم کرد و یعنی شما یک قضاوت بکنی، یک پاسخ بده. معلومات میتون براتون از طریق برنامه بیننده باشید. از فرد تلویزیون شما سعی میکنه، شما نگاه میکنه. سلامت باشین، بیننده باشین، بخیر باشین. خواهر پروانه از بلخ سوال کرده بودن قبل از وقفه که 4 تا اولاد دارم، حالا میخواهم جلوگیری بکنم. خواهر ما، هدف از جلوگیری کردن باید مشخص باشد. جلوگیری کردن جواز دارد در صورتی که دکتر بخش ولادی بعد از تشخیص و معاینه و ارتباط قوی که با او برگزار کردی برات میگوید که مادر اگر بعد از 4 تا فرزند تو طفل دیگه به دنیا بیاری، صحت صدمه میبیند، حیات در خطر هست. در این صورت حق داره جلوگیری بکنی. 1. از نظر فقهای اسلامی به خاطر تنسیق و تنظیم اولادها جلوگیری کردن که دیگرای از این مثلا شیر پیدا بکنن، این هم مباح هست اما کاری احسن نیست. اما این فکره که امروز خانه به خانه از آدرس غربی ها در ممالک اسلامی، در کشورهای اسلامی شعار میتن که خانواده کم، زندگی زیبا، نمیفهم که با دگه و دگه و دگه، اونهایی که متأثر از شعارهای غربی ها میشوند و با او اساس جلوگیری میکنن یا گناهگار هستند. این کار ناروا است، نادرست است، چون هدف ازدواج شما کثرت نسل امت محمدی صلی الله علیه و سلم است. پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند در روز قیامت به کثرت امتم افتخار میکنم، شما پس این را جلوگیری میکنین، گناهگار هستین. زهرا از کابل، خواهر زهرا بفرمایید. بله. علیکم السلام و رحمت الله. خواهر خوش آمدین به برنامه پاسخ نور. سوالتون ارائه بکنین. بفرمایین. درست. درست. بیننده باشین، از طریق برنامه معلومات میتونید. پس خواهر، در صورتی که شما متأثر مثلا یا صورت دیگری که جلوگیری صورت میگیرد به خاطر ازی که میگه والا یارا نان از کجا پیدا کنیم، لباس از کجا پیدا کنیم، این موضوع خلاف دستور نص صریح قرآن است. الله میگه شما فرزندانتون را از ترس گریسنگی نکشین، جلوگیری نکنین. نحن نرزقکم و ایاهم.
نرزقهم و ایاکم. اوارم الله میگه من روزی میتم و شما را هم من روزی میتم. و یادتان باشه که بس اوقات رزق روزی یک طفل معصوم بیچاره‌ای که در گهواره فریاد میزند، همه اعضای خانواده زندگیشان در نتیجه رزق روزی از او هست و این دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم است که و هل ترزقون الا بضعفائکم. گاه وقت شما را الله توسط مظلومانتان، اطفال معصوم و ضعیف و بینوا و بیچاره، الله رزق روزی براتان میده. و یا اینکه به غریبا و مسکینها و بینوایان صدقه و خیرات میکنی، الله در نتیجه از او رزق روزی تو را افزون میسازه. پس از راه معقول اگر صحت مادر در خطر بوده باشد، جلوگیری کار درستی هست و این گناه و معصیت ندارد. و برای تنسیق تنظیم نسل هم اگر وقفه صورت میگیرد، در این صورت مباح هست، کار مباح فقهای اسلامی و معاصر در مورد اجازه دادن. اما در صورتی که انسان به خاطر خوش ساختن شعارهای غیر مسلمان ها از او پیروی بکنه و الهام بگیره، گناهگار است، قاتل محسوب میشه. اگر نسل فرزند سخت میکنه، کلینیک به کلینیک میگرده و برادر قرص یا اینکه سختی فرزند میکنه، این قاتل محسوب میشه. و یا هم جلوگیری میکنه از خاطر از اینکه رزق روزی ازی و به حساب لباس البسه ازی را من نمیتونم، اینجا هم خلاف معتقدات اسلامی کار کرده است. با دو صورت جلوگیری درست نیست. بله طفل به دنیا میاد، تلاش خود فتق الله ما استطعتم، به اندازه توان انسانی و بشری در تربیه و در اصلاحی از او بکش تا اینکه معجور عند الله باشی و سعادت دنیا و آخرت الله نصیبتان بگردانه. محمد مسلم از بامیان سوال کردند که نمازی که از 1 ماه پیش و 20 روز پیش قضا مانده باشه، ما او را چی وقت بخوانم؟ برادر عزیزی من، نماز قضایی نماز چند حالت دارد، در روایت آمده، در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت است. یک زمانی که خواب رفتی بیدار شدی که نمازم ناخوانده هست، همون لحظه که از خواب بیدار شدی قضای نمازت را بیار، نماز تا قضا بخوان. 2 فراموش کردی، انسان فراموش میکنه، به یادت آمد که اوه نمازم ناخوانده است، همون لحظه که به یادت آمد، هر وقتی که هست نمازی فراموش شدگیت را بخوان. ای که سومش که قیستن ما و شما افغانی قضا هستی، نه در فقه اسلامی است، نه در شریعت است، نه در سنت است و نه در کتاب خدا هست. 1 2 و 3 و 4 نماز قضا میگه برو خفتن رفتم همش یک جای میخوانم. قیستن این قضای شرعی نیست، درست نیست. باقی نمازهایی که قضا شدن از پیش انسان، این یک بخشی گناه هست. قضا شدن و ترک شدن نماز از انسان مثل دیگه گناه ها، این یک گناه هست، معصیت است. اگر میخواهی که از مؤاخذه این نمازهای قضا شده به محکمه الله نجات پیدا بکنی، توبه بکن به دربار الله، رجوع بکن به دربار الله و به الله تعهد بسپار که دیگر هیچگاه نمازم را قضا نمی کنم، نمازم را ترک نمی کنم. ان شاء الله که الله بخشنده است، غفور الرحیم است، مهربان است. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، بندگان من را خبر بده که ما بخشنده و مهربان هستم. الله انسان را معاف میکند و الله مهربان است، رحمت خود را شامل حال انسان میسازد در صورتی که از اون نمازی ترک شده و قضا شدهش او گناه بوده است، از او گناه پشیمان شده باشه، تعهد به الله بده و برای نکردن این کار به الله وعده بسپاره و به التزام و دوامدار به حساب نماز خواندن به دربار الله تعهد بسپاره و توبه از گناه کردگی خود بکنه، الله گناه انسان معاف میکنه. در مورد نماز استخاره برادر ما اشاره کردن، نماز استخاره همون دعای معروف و مشهور خود را دارد. اللهم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک الى آخر الحدیث. در کتاب‌های فقه، در کتاب‌های حدیث این دعا هست. اگر شما به اینترنت دسترسی داشته باشین، اکثر دوستای ما دارن، ان شاء الله به حساب اونجا سرچ بکنین که دعای استخاره، دعا خدمتتان پیدا میشه و ان شاء الله او دعا را حفظ بکنین. و طریقش هم است که هر وقت زمانی که انسان خواسته باشد که یک کاری مهم انجام بدهد یا یک سفری مهم بکند یا کاری مهمی را انجام بده، مثلا یک کاری ارزشمند بکنه، در این صورت باید به خالق خود
مشوره بکنه. استخاره به معنای مشوره کردن به الله هست. 2 رکعت نماز میخوانی، بعد در جریان همین دعا را میخوانی که به حساب از الله به دربار الله درخواست میتی پروردگارا اگر این کار را انجام دادن به خیر من است، خدایی را به ما آسان بکن، اگر به ضرری ما هست، به زیانی ما هست، الله را از ما دور بساز و مرا از انجام این کار منصرف بگردان. طبیعتا انسان روح و روانش قلبش اگر به خیرش باشه، الله تعالی انسان فکره تشویقی در وجود انسان احیا میکنه که انسان به انجام کار شوقی می باشه. اگر به ضرر انسان باشه یک سبب میشه که انسان منصرف میشه و در بعضی روایاتی هم آمده است که انسان اگر استخاره از طرف شب بکنه و بخوابد، گاه وقت در خواب هم نتیجه شد و نشدی کار را خوبی و خرابیش میبینه و این یک امر حتمی نیست که باید خامخواه حتما ببینی. فقط امو علاقه انسان معین میشه، مشخص میشه بعد از نماز استخاره که آیا این کار بکنم یا نکنم. شوق رغبت انسان معین میشه در صورتی که انسان صادقانه به پروردگارش مشوره بکنه و به الله ذوالجلال در تماس شوه. برادر عزیزی من نورالله از ولایت هرات سوال کردن که پدری که میخواهد فرزندش را جدا بسازد، فرزندی را که زن فرزند دارد و این فرزند در به دست آوردن ثروت و دارایی خانه نقشی باریز دارد، کار کرده، زحمت کشیده، حالا میخواهد که او را جدا بسازه. بله، باید برش از به همون مقداری که زحمت کشیده است این پدر باید آخرت خود را مد نظر بگیرد، به همون مقداری که به حساب او فرزند مستحق است، همون مقداری که به فرزندان دیگرش اینجا میمانه همون مقدار را باید برای از او به حساب بته و فرزند خود خار و ذلیل و به حساب به مشکل به محتاج نسازه، گدا نسازه، او را به مشکل سردوچار نسازه. که الله برش داره، ثروت و دارایی داره، باید به یک شکل معقول به او فرزندش هم تقسیم بکنه و او را حمایت بکنه. باقی من این در زندگی تعاون همکاری پدر، اخلاق پدر، مسئولیت پدر در زندگیش است. در صورتی که یک فرزند جدا هم باشه، پدر وقتی که وفات میکند در مال باقی مانده پدر خامخواه حق دارد، در صورتی که در حیات پدر حقش جدا نشده باشه. اگر جدا نشده باشه، یک بشه مثلا پدری را از خانه بیرون ساخت، خودش زندگی خود تکمیل کرد، تنظیم کرد، حالا پدر وفات کرد، در اون صورت در مال پدرش حق داره. آنچه باقی میمانه مثل دیگه بچه ها و دیگه ورثه، این بچه هم در اون مال حق دار است. اما در صورتی که به رضایت خاصی خودی همین بچه پدر حقش جدا ساخته است، برش داده است و باقی مانده ثروت و دارایی حق بچه های دیگر، فرزندان و دختران دیگر است، با در اون صورت در این مال حق نمی داشته باشد، در صورتی که مشخصا با اسناد و با دلیل حقش جدا کرده باشه. و موضوعی که برادر گلی ما سوال کردن، در افغانستان این حالت است، بسیار بچه ها زحمت خود را میکشند، ثروت و سرمایه پیدا میکنن، اما پدران بازگاه و در حقشان بی‌عدالتی میکنن، یا را از خانه بیرون میکشن و برای از یا به حساب حق و حقوق را مد نظر نمیگیرن که این در حقیقت به پیش الله باز موردی بازپرس قرار میگیره این پدر، و خدا نکنه که در نتیجه عدم توجه و عدالت و مساوات در میان فرزندان انسان موردی بازپرسی پروردگار قرار بگیرد. خواهر زهرا از کابل سوال کردن که شوهر بدکار در روز آخرت هم میتواند انسان این شوهر بدکار در روز قیامت ترک بکند یا خیر؟ خواهر عزیزی من، موجودیت و ارتباط زندگی اخروی و به خاص خود انسان اگر از اهل بهشت باشه، تربیت اونجا دیگه انسانهای دنیا نیستن. بله، در روز قیامت انسان اگر بهشتی بود، با هر آنچه که اشتها داری، خواست خودت است، همون گونه نعمتهای الله اونجا مهیا هستند در ارتباط با خوردن، با نوشیدن، با حساب تمامی امورات زندگی، زیستی خانوادگی، همه در اختیار خود انسان است، به شرطی که انسان در دنیا اهل خیر بوده باشه، زندگی
تابعدارانه به دستورات طرز العمل های شرعی و اسلامی بوده باشه، اونجا میتونه که وقتی که از اهل بهشت است با خواست خودش از نعمتهای بهشت استفاده بکنه. حالا هر نعمتی که هست، نعمت شوهر است، نعمت همسر است، نعمت فرزندداری هست، نعمت خوردن است، نوشیدن است، هر چیزی که هست، همه و همه او این انسانهای بدقار و به حساب جنگره این دنیا در اونجا به این ویژگی ها دیگه باقی نمیمانند یا در نتیجه از این سرزنش میشن. اونجا باز به شکل دیگری که الله خودش میخواهد اون گونه انسانها را برمیانگیزد و زنده میکند. کسی در اونجا حق قهر شدن و غضب کردن و به حساب ناروایی را باز برش داده نمیشه. اونجا قانون دیگری هست که او را الله تنظیم کرده است. و سوال دیگری خواهر ما این بود که زن و شوهر که در دنیا یکی با دیگر محبت و علاقه دارن آیا میتونن که در اونجا هم با هم باشن؟ بله، کاملا. اگر در این دنیا زندگیشان زندگی با ایمان، زندگی با اسلام، زندگی در چینل و چوکات شریعت اسلامی سپری شده باشد، حتما خامخا الله تعالی یارا با هم اونجا پس یک جای میکند و زندگی که الله اونجا او را مد نظر گرفته است برای بهشتی ها، برای مسلمان ها، برای اهل تقوا، برای پرهیزگارا، برای اهل خیر، الله تبارک و تعالی همون زندگی را نصیب انسان ها میکند. و نمونه دوم از روش های تربیت خانواده از نظر فرهنگ اسلامی تعاون خانواده به اقامه نماز است. پیامبر صلی الله علیه و سلم را الله یکتا امر میکند که و امر اهلک بالصلاة واستبر علیها، خانوادهت را به نماز امر بکن و به این مداومت بکن. و کان یأمر اهله بالصلاة والزکاة و کان عند ربه مرضیا. اینجا الله تبارک و تعالی از نبی خود اسماعیل علیه السلام حکایت میکند که خانواده خود به نماز امر میکرد. پس پدر عزیزی من، مادر متدین و با عزت من، در مورد امر کردن و بیدار کردن به نماز فرزندانت کوتاهی نکنی. تا 8 بجه و تا 10 بجه و تا 9 بجه روز این شبهای بسیار طولانی و درازی زمستانی را ضایع نسازی. خانوادهت را، فرزندانت را، دخترانت را به نماز حتما بیدار بکن. اونها را نگذار که در وساوس شیطانی لقمه شیطان شوند، مطابق هوا و هوس شیطانی زندگی بکنند، به عوض وقتی نماز خواب بکنند. شیطانی که در اون وقتی نماز می آید به سر دل انسان می زند که نم فإن اللیل الطویل، حالا بخواب، شب دراز است. انسان بیدار میشه که روز وقتی نماز قضا شده، گذشته است. به این خاطر مادری من، پدر عزیزی من، فرزندانت را به نماز خواندن دستور بده و در وقت نماز بیدار بکن، امر بکن به نماز خواندن. رسول مبارک صلی الله علیه و سلم میفرمایند مروا اولادکم بالصلاة و هم ابناء 7. فرزندانتان را به نماز خواندن امر بکنین در حالتی که اونها فرزندان ابناء 7 سنین، فرزندان 7 ساله هستند، در سنین 7 سالگی هستند. و ضربوهم علیها، اونها را اگر نماز نخواندن بزنیدشان. البته هدف از زدنی نیست که دستی از او را میده بکنی، سری از او را پاره بکنی، بینیش خراب بسازی، دندانش بشکنانی، دستش بشکنانی، پایش بشکنانی. تو نه، زدنی تعذیبی. و ضربوهم علیها، اگر نماز نخواندن در او صورت باز بزنیدشان. و هم ابناء 10 سنین، در صورتی که و به سن 10 سالگی رسیدن. یعنی در 10 سالگی اگر دخترت و پسرت نماز نمیخوانه، میتونی که او را تهدید بکنی و تعذیب بکنی به خواندن نماز. و فرقوا بینهم فی المضاجع، و در بستر خواب هم بعد از 10 سالگی فرزندانتان را جدا بخوابانین، دختر و پسر را جدا بسازین، به خاطر اینکه مسئولیتتان است و در مورد الله شما را مؤاخذه میکنه و حساب کتابتان میکند.
و من انفع ذلك الالحاح بدعای ابراهیم علیه السلام و از یعنی نافعترین و فایده‌مندترین این موضوع دعای ابراهیم الحاح گرفتن و شلعی کردن، تابعداری کردن از دعای ابراهیم علیه السلام است که دعا کردن رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. ابراهیم خلیل الله دعا میکند که رب اجعلنی مقیم الصلاة، پروردگار من را بگردان اقامه کننده نماز، الله مرا برپا کننده نماز بگردان. ما و تو در قرن 21 ابراهیم دوستی الله دعا را میکنه. او مادر من، پدر عزیزی من، آیا ما و تو نیاز به این دعا نداریم که دعا بکنیم، زاری بکنیم، فریاد بکنیم، گریان بکنیم الله ما را نمازخوان بگردان، الله به ما توفیق نماز خواندن نصیب بکن. نمازی که این فرق در میان مسلمان و کافر است، نمازی که اول ما یحاسب به العبد یوم القیامه الصلاه، در روز قیامت اولین حساب و کتاب را الله در مورد نماز میکند از من و شما. به خاطر باید در موردش توجه کرد، توجه خاص داشته و حساب صورت بگیرد که انسان چقدر ما بی تفاوت هستیم در مورد نماز، چقدر نمازها را قضا کردیم، چقدر نمازها را ما از دست دادیم. متاسفانه که سیاست را ببین در خانه ماشاءالله اینقدر گردن داره، بازوش هم اون ستون خانه واری هست، در وقت نماز نمیخوانه. فرض خدا قضا شده روان است، فرض خدا را وقتش سپری شده روان است به بانه‌های مختلف. والله عظیم که این نه فرزندی در گور قبرستان از عوض شما جواب میته، نه شوهری میته، نه کدام اقاربی جواب میته. هر کس به اونمو اعمال خود به محکمه الله حاضر میشه. پس الله تبارک و تعالی توفیق تربیت فرزندان و ما تحتانمان را به ما و شما مطابق با فرهنگ اسلامی و دستورات شریعت اسلامی به همه ما و شما توفیق نصیب بکند و سعادت دارین را الله نصیب همه ما و شما بگرداند. تا وقت بعدی و تا برنامه بعدی همه شما را به الله یکتا و بی همتا می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.